دوستان به نظرتون ایران حمله میکنه؟ اگه ایران فردا حمله بکنه، اون وقت شنبه هم اسرائیل حمله بکنه، کی میمیره؟ کی زنده میمونه؟ تکلیف ما چیه؟ قضیه به کجا میرسه؟ خیلی داره وحشتناک میشه. اگرچه ما جنگ 8 ساله رو دیدیم و تو جنگ 8 ساله بودیم و خاطرات خوبی هم ازش داریم، از به قول معروف خاطرات بعد خیلی زیادی هم داریم، خیلی هم کشته شدن. حالا نمیدونیم این که جنگ هم میتونیم رد کنیم یا نه. اوضاع خیلی